یک گروه از دانشجویان توجیک دانشجوی کامسامولسکی لب امور میگویند زیاده از 100 نفر آنها از جانب نیروهای ویژه منطقه خباروفسک بی‌رحمانه لطکوب و شکنجه شدند. به نقل دانشجویان حادثه صبح بر وقت 19 می در خوابگاه دانشگاه و زمانی رخ داده است که دانشجویان برای رفتن به درس آمادگی می‌دیدند. یکی از دانشجویان روز 22 می در صحبت با رادیو آزادی گفت دسته امور و خدمات نیروهای فدرال به خوابگاه آمده و نخست کامراهای نظارتی را خاموش نمودند، سپس در حالی که هیچ دانشجو با آنها مقابلت نشان نداده و نافرمانی نکرده بود به لطکوب بی‌رحمانه آغاز کردند. به قول مصاحبه رادیو آزادی، نظامیان نقاب‌پوش با تپانچه و الکتروشوکر مسلح بودند و دستپوشک‌های کاستید مانند داشتند. هر نفری که سبب زدن آنها را میپرسید مشتی علاوگی میخورد. در این خوابگاه دانشجویان ملت‌های دیگر نیز بودند، اما تنها زادگان تاجیکستان را لطکوب نموده و سپس در کریدور قطار ماندند و حجت پرسیدند. مصاحبه ما افزود نظامیان حجت و تلفن‌های دانشجویان و همچنین 6 نفر آنها را با خود برده بعد بازپرسی جواب دادند. در نتیجه لطکوب تقریبا 15 نفر از دانشجویان شدیداً مجروح شدند و بعضی از آنها نیاز به جراحی دارند. قبلا نیز در دانشگاه تفتیش حجت‌ها از جانب نهادهای دخلدار صورت می‌گرفته است، اما چنین برخورد با دانشجویان بار اول رخ داده است. هنگامی که جبردیده‌ها به ماموریت خوابگاه و دانشگاه مراجعت کرده و سبب چنین بدرفتاری را پرسیدند، آنها کتف در هم کشیدند و گفتند کاری کردن نمی‌توانند. دانشجویان روز 20 می به سفارت تاجیکستان در روسیه زنگ زده و کمک خواستند، چون تلفن‌هایمان را گرفته بودند و روز شنبه برگرداندند. در حال به سفارت زنگ زدیم گفتند آنها، ولی در سفارت به این دانشجویان گفتند که امروز روز استراحت است و دوشنبه به آنها زنگ می‌زنند، اما تا حال کسی به این دانشجویان زنگ نزدند. این شکایت دانشجویان منطقه خباروفسک در شرایطی است که در یک هفته اخیر به دست رادیو آزادی از گوشه‌های گوناگون روسیه ده‌ها نوار از جرایم ریید و بدرفتاری با مهاجران می‌رسد. این تفتیش‌ها شبانه روزی در مکان زیست و جای کار مهاجران صورت می‌گیرد. در یکی از ویدیوها که در شهرک کاتلنیکی ولایت مسکو ثبت شده است دیده می‌شود که چگونه چندین مهاجر از تریزه پریده و از تعقیب نیروهای امن فرار می‌کنند. در پشت نوارها که بعضی‌هاشان گاه از جانب خود ساکنان محلی ثبت شدند، نداهای جانبدارانه آنها از این گونه ریدها شنیده می‌شوند. بعضی از مصاحبان رادیو آزادی گفتند عملیات در نسبت مهاجران بعد آن شدت گرفت که هفته گذشته گروهی از ساکنان شهرک کاتلنیکی به ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه مراجعت کردند. آنها دعوا نمودند که محل زیستشان به انکلاو یا جزیره توجیک تبدیل یافته 80% اهالی آن را مهاجران تشکیل میدهند. ما حتی از برآمدن به کوچه میترسیم و خود را امن احساس نمیکنیم، گفته شد در این مراجعتنامه. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین روز 19 می در جلسه شورای پرزیدنتی اوید به روابط بین ملت‌ها گفت مهاجرانی که به روسیه میآیند باید به قاعده‌ها و عنعنه‌های این کشور احترام گذارند. روسیه دولتی سرملت است و علاوه بر این میزبان تقریبا 16 میلیون مهاجر از کشورهای شوروی سابق میباشد. بعضی از سیاستمداران روسیه بارها از جنایتکاری در میان مهاجران انتقاد کرده خواهان برخورد سخت با آنها شدند، اما مهاجران و هم سازمان‌های حامی حقوق مقامات روسیه را به نقض حقوق مهاجران ابدار میکنند و میگویند اساساً مهاجران هدف قرار میگیرند که حامی ندارند و پشتیبانی نمیشوند.